قرآن 1400 سال پیش شکل پره زمین و انعکاس ماهتاب را از نور آفتاب شرح داده بود. قبلا آدمان فکر میکردند که زمین شکل هموار دارد، اما در سال 1577 سر فرانسیس دریک بار اول در اطراف زمین سیر نموده اثبات کرد که زمین کره شکل است. در این باره در قرآن 1400 سال پیش الله گفته بود. در سوره نازعات در آیت 30 می‌فرماید: و بعد از آن زمین را پهن کرد. یک معنای دها فضای گشاد است. معنای دیگر از کلمه عربی دوحیه یعنی تخم است. ما بسیار خوب می‌دانیم که زمین دایره کامل نیست. وی در نصفش کمی پهنایی دارد که این شکل گیوسفر را تشکیل می‌دهد. اگر ما کلمه دها را تحلیل کنیم، وی نه تنها تخم بلکه تخم شترمرغ است. اگر با دقت به تخم شترمرغ نگاه کنیم، آن هم شکل گیوسفر را تشکیل می‌دهد. تصور کنید که قرآن بزرگ 1400 سال پیش به ما از شکل گیوسفری زمین خبر داده بود. پیشتر مردم فکر می‌کردند که ماهتاب نور خود را شعاع می‌دهد. به نزدیکی تنها ما فهمیدیم که شعاع ماهتاب این انعکاس از روشنایی آفتاب است. قرآن در این باره در سوره فرقان در آیت 61 می‌فرماید: بزرگوار است آن الله که در آسمان ستاره ها را بساخت و در آن چراغ یعنی آفتاب را ماه تابان آفرید. قرآن شعاع ماهتاب را انعکاس و یا دو جانبه توصیف می‌کند. بعد از گذشتن 1400 سال خبری قرآنی، علم معاصر توانست تصدیق کند که این عکس آفتاب است.